هدیه ناقابلی هم برای شما تدارک دیدیم. لطفاً چی هست؟ زنده باشید. باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود. این کفن خدمت شما، تو غما استفاده کنید. آقا تهش که همینه. آگهی ترحیمتون هست، فیلم مراسم ترحیمتون هست در 2 دیسک، تا سوم تا خط این 40م روی. یعنی فیلم مراسم ترحیم من. بله بله، با چند تا دوربین به عنوان هدیه برای شما. فک و فامیل دعوا میکنن سر نوشابه و مثلا میگن گوشتش سویا بود و اینا. تهش که مرگه. مرگ یه چیز خیلی خصوصی. تهش که مرگه. نخوام به مرگم فکر کنم. یعنی چی؟ این خرمای شما هست که توشو گردو میذارن، روش پودر ناریل کار میشه. تهش که مرگه دیگه. بچه‌ها اون تلفن رو برای من بیارید. الو رو خطین با شما رو اسپیکره. چی شده داداش؟ چی شده؟ بابا مرد. بفرما بشین. اینو ما با هوش مصنوعی درست کرده بودیم. پدر شما زندن، ولی خواستیم بگیم که چه کاریه؟ هر لحظه ممکنه پدر و مادر خدای نکرده از بین ما برن. یک سورپرایز شگفتانه هم برای شما در نظر گرفتیم در پایان برنامه. کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگی حالا تو دوست دارم. من مادرم چند ماه پیش فوت کرده. نکنه نه ایشون مادر شما نیست؟ آقا این مادر کیو آوردی؟ ببریم بذاری سر جاش، اشتباه آوردی.